گفتی حضرت سعدی که وگر رفت آثار خیرش نماند، نشاید پس از وی الحمد خواند. اگر از دنیا گذشتی و هیچ آثار خیرت نماند، از پس تو بر این انسان یک سوره الحمد خواندن حیف است گفته است. برای همین هر چیزی که از ما آثار خیر ماند انشاءالله ما و شما ثواب میگیریم. بیان دیگر دارم که همین روزه که شما داشتین، لبهاتان خوش، حلقهاتان خوش، روز دراز شما به طعام و به شراب نزدیک شدن میتونستین، همین روزه را پروردگار همراه با همون روزدارایی که قرآن میخواندن، کسی که هم روزه داره و هم قرآن میخونه، خانه کشته که بیکار شوه گویم که از تلویزیون همو رزیدکش میکنه میمانه و لوحه در پیشکش کشاده میکنه و این تلویزیونی که بهترین تلویزیون که نور تو را زیاد میکنه، بختی تو را دختر باشی سفید، بچه هم باشی سفید، آینده تا درخشان، ذهنک تا کشاده، اقبال، آبرو، قدر و قیمت که در همین است. وقتی این لوحه کشاده خان انا کو ببینید الصيام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه، روز قیامت انا همین روزایی که داشتیم و همین قرآنی که خواندیم اینها زبان داده می شوند. زبان چگونه ای که دروازه ریان بود در جنت که روزدارا را فریاد میزد، همین ماه رمضان خداوند به جسم و مجسمش یک جسم در مبدلش میکنه، یک صورتی زیباش میتونه، شاید یک گویم مردکی خوشروی زیباش میکنه، مردکی گویم که مردکی هم ریشداری، همین یک جلدداری گویم سلکش در تاری سرش خوشروی زیبا در میدان قیامت راستش میکنه. قرآن هم همچنان. بعداً از اینا میپرسد چی میخواهیم؟ یقول الصیام منعته الطعام، ببینید، و شراب. پروردگارا تو میدانی که این بنده تو در سال 2000 یک ماه که روزه بود، روزه گرفت، روزه میگرفت روز دراز، تماما به منهیات تو، به اون چیزی که نادرست بود نزدیک نمیشد و به خاطر تو پروردگار و حرمت من پروردگار اون نه طعام میخورد نه نوشاکی مینوشید. اگرچه خواهیشش بود، اگرچه گشنه میشد، گرسنه میشد، تشنه میشد، پروردگار یک خواهش داره، خدایا میخواهم که هیچ وقت گذرش به دوزخ تو نباشد. خواهشم همین است که این شخص از همین میدان قیامت راست به باغای جنت ببر. طلب شفاعت میکنه. خواهش پروردگار فقط همین است. و یقول القرآن منعته النوم، پروردگارا قرآن میگفت از خدایا در اصل این بنده بود که در دنیا این معجزه الهی، این قرآن میکشاد و میخواند، بعض شب 2 ساعت و 3 ساعتی خواب شد میپراند و فقط به قرآن مشغول بود. و این خاطر خواهشم همین از پروردگار این که این بنده را گذرش به دوزخ مگردان. خدایا ای را راست از همین جا به باغ از باغهای جنت ببر. قرآن و ماه رمضان طلب شفاعت برای ما و شما در روز قیامت میکنه. ببینید چه بزرگی های ما و شما روبرو شدیم. هزارها شکر که خدا در همین ماه مبارک جان ما قبض نکرد. خدا را شکر که همین ماه ما و شما پر روزه گرفتیم. میدانم البته بعضی همان به تنگی ها روبرو شدیم، بعضی همان به جنگ و جنجال ها روبرو شدیم، بعضی همان به بعض مشکلات های روبرو شدیم که خیلی در این ماه این طرف گرسنگی و تشنگی و این طرف این مشکلات هامان، لیکن بازم همه این که روزه را داشتیم
یقینا در روز قیامت ماهی روزه پشتیبانی از تو میکنه، قرآن پشتیبانی از تو میکنه. الصوم جنتون، حبیب خدا میگفت ماه رمضان این برای شما سپر است. چگونه سپر؟ من النار کجنت احدکم من القتال، چگونه که یک آدم در جنگ سپر میگیره و در یک دستش نیزه برای محافظت خودش، انا همین روزه ها در روز قیامت شما را سپر میشوند، سپر میشود شما را از تمامی آن مشکلات های قیامت. سپر چگونه است؟ بنده را دائم محافظت بکند. انا همین روزه را خدا به سپر مبدل میکند، پیش راه تو را میگیرد که تو هیچ سختی در دیگر روبرو نمیشی.